سلام و خسته نباشید خدمت همه عزیزان و همراهان صفحه ارهان فکس. امیدوار هستم روز خوب و خوشی را شروع کرده باشین. امروز هست عزیزان روز پنجشنبه تاریخ 18 جون و روز قبل یعنی دیروز تاریخ 17 جون یک حرکت شارپ از طلا شاهد بودیم. اگرچه خودم وقتی که قیمتی حرکت انجام داد روی چارت نبودم، پای چارت نبودم و امروز صبح وقتی چارت باز کردم با این حرکت مواجه شدم. حرکتی بود عزیزان که خودم چندین روز منتظر این حرکت بودم تا این شکار کنم، ولی متاسفانه دیروز فکر کنم ناوقتهای شب به وقت پاکستانی حرکت انجام شد. من خودم در پاکستان هستم و متاسفانه این حرکت میس شد از فشن. خب بریم تحلیل این حرکت با هم ببینیم دوستان. برایتان تحلیل آوردیم و امیدوار هستم نکات خوب و موثر و مفیدی بتونم تقدیم شما عزیزان کنم. بریم با هم روی تحلیل چارت. خب من از قبل تحلیل برای شما عزیزان آماده کردیم. تایم فریم 5 دقیقه است و تایم فریم 1 ساعته کنیم. بله تایم فریم 1 ساعته است. خب بهتر است تایم فریم 1 روزانه بریم. در تایم فریم روزانه عزیزان اینجا یک FPG داشتیم که من خودم قبلا مشخص کرده بودم. یک FPG روزانه داشتیم و منتظر بودم که قیمت به این FPG برخورد کنه و یک ریورسال حرکت ریورسال انجام شود. قسمی که میبینیم دیروز قیمت آمد اینجا با این حرکت به این FPG برخورد کرد و FPG روزانه را پر کرد و همچنان بیایم تایم فریم 1 ساعته. از اون در تایم فریم 1 ساعته ببینین اینجا چند تا های نسبتا نزدیک به هم داشتیم. یکی اینجا و یکی اینجا و یکی اینجا و یکی دیگه اینجا چند تا ایکوال هایز داشتیم که قیمت آمد نقدینگی از ایکوال هایز رو جمع کرد، لیکویدیتی سویپ انجام داد و بعد از اون داخل FVG شد، FVG روزانه. و همچنان این هایی را که میبینید از آن بلندترین های است که در اینجا وجود داره در بین از این های ها و این های کندل روزانه است. یعنی پرپیس دی های سویپ انجام شده اینجا. نقدینگی های کندل روزانه قبلی را اینجا گرفته و بعدا بیایم تایم فریم 5 دقیقه‌ای اگرچه عزیزان خودم در تشریح کردن خیلی خوب نیستم، خیلی بازم کوشش میکنم بتونم برای شما از آن افهام و تفهیم صورت بگیره. خب در تایم فریم 5 دقیقه ببینیم بعد از اینکه قیمت با یک حرکت شارپ رفت و این نقدینگی های روز قبل و ایکوال های ها را گرفت و بعدا وارد ناحیه FPG روزانه شد، وارد این ناحیه آبی و بعد از اون با یک حرکت شارپ دوباره
بله تایم فریم 1 دقیقه. قسمی که میبینین با این حرکت با این کندل قوی رفت نقدینگی تمام های قبلی را گرفت و همچنان وارد ناحیه FPG روزانه شد و بعد از یک مقدار اصلاح یا بازی که هیچ قیمت انجام داد با یک حرکت شارپ دوباره آمد. این لویی که باعث ایهای شده بود لو را شکستان که در اینجا change in state of delivery با حکوم پیوند یا همون CISD کسایی که به سبک ICT کار میکنن بعد از اینکه این اتفاق میفته change in state of delivery اینجا برای ما و شما یک آردر بلاک حساب میشه. این ناحیه آردر بلاک ما و شما هست. رنگش رو تغییر بدیم. خب این ناحیه برای ما و شما آردر بلاک است و ما و شما میتونیم روی شروع آردر بلاک اینجا آردر خود بگذاریم که متاسفانه قیمت دوباره در این قسمت نامد. دوباره قیمت اینجا تچ نکرد تا آردرهای باقی مانده کسایی که آردر گذاشته اینجا فعال شود آردرهایشان و ایره شما منتظر میمانیم قیمت دوباره برگرده به اینجا و آردرهایی که اینجا فعلا گذاشته شده و فعال نشدن قیمت دوباره آردرها را فعال کنه و از اونجا ریزش بعدی خود انجام بده و ما و شما هنگام با این حرکت اینجا آردر خود میگذاریم با استاپ پشت سر از این آردر بلاکی قسمت و اولین لوی که در روی پیشوی ما قرار داره با تیپی اول اونجا تیپی خود میگذاریم. قسمی که اینجا میبینیم تا فریم 15 دقیقه اینجا انتری پوینت آردر خود میگذاریم و اولین لویی که دم روی ما هست او اولین تیپی ما میشه و آخرین لو اینجا آخرین تیپی ما میشه و پشت سر از این آردر بلاک اینجا استاپ لاس ما میشه. دیگه اینجا آردر خودم میگذاریم ببینیم قیمت دوباره به اینجا برگشت میکنه و یا خیر و یا که چی وقت برگشت میکنه منتظر میمونیم تا آخر چاره نیست. دیگه فعلا در روند اصلاحیش هم وارد نمیشیم. امکان داره قیمت تا اینجا حرکت کنه و امکان داره تا اینجا برسه و امکان داره قیمت نرسه اینجا و ای که ما وارد حرکت اصلاحی شویم کار اشتباهی است. خدا کنه دوستان برایتان تشریح تانسته باشم خوب قابل فهم و قابل درک. اگرچه گفتم در تشریح کردن و درس دادن آنچنان خوب نیستم و بازم کوشش خودم میکنم برایتان افهام و تفهیم شود. در صورتی که عزیزان نقد و نظر کامنت چیزی داشته باشین میتونین در کامنت ها برای ما کامنت هایتان رو بگذارین و ما به زودی برایتان جواب میتیم. امیدوار هستم معامله های خوب و پرسودی را داشته باشین. موفق باشین عزیزان. روز خوش. لایک و کامنت یادتان نرود عزیزان.